بهم گفت اگه برای پول کار کنی اعتبار نمیاد، ولی اگه برای اعتبار کار کنی شک نکن پولم میاد. گفت از این پولا زیاد میره و میاد، اما اعتبار مثل عمر آدمه، اگه بره دیگه نمیاد. تو رو پیدا کنم شاید. آقای حیایی شما راست میگین، هر کسی نردبون خودشو داره. هر کدومتون نردبون خودتونو دارین. من حسادت نکردم، واقعا حسادت به هیچ کدوم از همکارانم، به هیچ کدومشون نداشتم، که مسیر خودم من دارم میرم بالا. قرار نیستش که من نردبون شما برم بالا، نردبون کسی دیگه برم بالا، همکار دیگه ای برم بالا که بخواد اون برام مثلا حسادت آور باشه که بگم اون چقدر رفت بالا و من هنوز پایینم. هر کی نردبون خودش رو داره که اصلا حسادت دشمن کار شماست، غرور دشمن کار شماست، انیت دشمن کار شماست.